زندگی هیچ‌وقت اون چیزی نبود که فکر می‌کردم. عروس شدم، لباس سفید پوشیدم، خانواده‌ها جمع بودن، همه چیز ظاهراً مرتب و قشنگ بود. ولی یه چیزی بود که هیچ‌کس نمی‌دونست، یه چیزی که هنوز باهام بود، یه راز قدیمی که زندگی جدیدم رو تحت تاثیر قرار میداد. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم هر جا هستین عالی باشین. همراه شما هستیم با روایت‌های ارسالی از طرف شما. قبل از اینکه با همسرم ازدواج کنم، یه رابطه کوتاه و نه خیلی جدی با داداشش داشتم. اون موقع فکر می‌کردم یه تجربه ساده و زودگذره. یه چیزی که شاید فقط یه خاطره بمونه و تموم شه. ولی حالا که کنار همسرم بودم، می‌دیدم که اون خاطره هیچ وقت از ذهنم پاک نشده. هر بار که چشمم به داداشش می‌افتاد، یه موج عجیب از حسرت و شرمندگی و سردرگمی تو وجودم می‌پیچید. وقتی با خانواده‌ها دور هم جمع می‌شدن، وقتی مهمونی بود، وقتی یه جمله کوتاه ازش می‌شنیدم، همه چیز یادآور اون لحظه‌ها بود. همون نگاه‌ها، همون لبخندا، همون حرفای ساده که حالا یه بار سنگین داشتن. هر روز سعی می‌کردم خودم رو کنترل کنم. با خودم می‌گفتم طبیعی باش، همه چی تموم شده. ولی قلبم، ذهنم، حتی نگاهام با گذشته درگیر بودن. حتی وقتی با همسرم بودم، یه حس گناه و پنهانکاری بود که اجازه نمیداد راحت باشم. گاهی شب‌ها بیدار می‌شدم و فکر می‌کردم چطور می‌خوایم با هم زندگی کنیم وقتی یه چیزی از گذشته‌ام هنوز زنده است. چطور می‌شد که اون خاطره کوتاه، اون رابطه نه چنان جدی، هنوز یه سایه روی زندگیم انداخته و هیچ جوابی نبود. هیچ راه فراری نبود. هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و من همچنان با خودش و خانواده‌ام سعی می‌کردم طبیعی باشم. ولی هر مهمونی، هر برخورد، هر نگاه کوتاه، همه چیز یادآور گذشته بود. حتی یه لبخند ساده یا یه حرف دوستانه از داداشه. قلبم رو می‌لرزوند. دستام یخ می‌کرد و نفسم می‌رفت. گاهی یه گوشه خلوت می‌شدم. نگاه می‌کردم به دیوار، به سقف، به پنجره و با خودم حرف می‌زدم. چرا من؟ چرا این خاطره هنوز زنده است؟ چرا نمیتونم زندگی کنم؟ هیچ جوابی نبود. هیچ راه حلی نبود. فقط سکوت و سنگینی لحظه‌ها. یه روز وقتی همه دور هم جمع بودن، دختر خالش شروع کرد به تعریف کردن خاطرات گذشته. خاطراتی که من و داداشش داشتیم و من هر لحظه حس می‌کردم دنیا روی سرم خراب میشه. هر جمله، هر نگاه، هر خنده یادآور یه چیزی بود که نمیخواستم دوباره یادم بیاد. ولی مجبور بودم نگاه کنم و همین حس روز به روز باهام بود. هر بار که خانواده‌ها درباره گذشته‌های یا حال حرف می‌زدن، هر بار که عکس‌ها رو نگاه می‌کردن، هر بار که لبخند می‌زدن، یه درد کوچیک تو سینه‌م شکل می‌گرفت که هیچ وقت فروکش نمی‌کرد. گاهی وسط شب‌ها وقتی همه خواب بودن، من میشستم کنار پنجره و نگاه می‌کردم به تاریکی بیرون. حس می‌کردم که دنیا یه جای سنگینه و من فقط یه نفرم که باید با این وضع زندگی کنم. هیچ کس نمی‌فهمید و هیچ کسی نمی‌پرسید. هیچ کس. حتی یه نگاه دلسوزانه هم بهم نمیداد. و هر روز و هر هفته و هر ماه من با خودم زندگی کردم. با حسرت‌ها، با شرمندگی، با خاطرات گذشته که هیچ وقت پاک نمی‌شدن. با ترسی که هیچ وقت از بین نرفت و با لحظاتی که نفسم بند می‌اومد. با خشم و اضطرابی که به آرومی همه وجودم رو نابود کرده بود. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب